شب 13 و 14 سپتامبر در دهه بوژانینووا در کنار شهر سرگیف پاساد ولایت مسکو حدود 200 نفر از ساکنان محلی در نزد یک خوابگاه مهاجران گرد هم آمده از مقامات طلب کردند که این خوابگاه را ببندند. جمع آمد ساکنان در پی کشتار یک زن نفقه‌خوار 67 ساله بود که جسد او را با نشانه‌های تجاوز و قتل مجبوری روز 13 سپتامبر در جنگل در نزدیکی جمعیت بغداری ماگسترال 2 پیدا کردند. ساکنان در تجاوز و قتل این پیرزن مهاجرانی را که در بوژانینووا در خوابگاه شرکت اکا اوکنا به سر میبرند گناهکار کردند و گفتند که خود را در پهلوی این مهاجران امن حس نمیکنند و از مقامات میخواهند که این خوابگاه را بندند. رهبر افزای سرگیف پاساد میخائیل تکاریوف از این دعوت ساکنان زود پشتیبانی کرده در اینستاگرام گفت خوابگاه را میبندند. در دهه بوژانینووا جنایت ننگین روی داد. ساکنان در تشویشند. اگر چنین کار صورت گرفته است پس این خوابگاه باید نباشد. ما امروز آن را میبندیم و در سراسر ولایت ریدها میگذرانیم. هر جایی که شهروندان شکایت دارند و یا حادثه های شبهه آور روی میدهند چاره های قطعی ترین اندیشیده میشوند. ما میفهمیم که به ولایت مسکو آدمان زیاد میآیند تا که زندگی عائله های خود را تامین کنند، ولی اگر آنها قانون را پایمال کنند این باید شدیداً و به یگان گذشت پیشگیری کرده شود. اظهار داشت تکاریوف در صحیفه‌اش در اینستاگرام. سرایست تفتیشات ولایت مسکو بلافاصله از بازداشت دو گمانبر شونده خبر داد. سخنگوی این اداره گفت آنها شهروندان یکی از کشورهای همسایه بودند. هرچند مقامات از کدام کشور بودن دستگیر شده ها را نگفتند، ولی رسانه‌های روسی خبر دادند که آنها شهروندان تاجیکستان سال تولدشان 1988 و 1984 بوده. هر دو در حدود جمعیت بغداری ماگسترال 2 به ساختمان یک خانه شخصی مشغول بودند. معلوم شد که این دو نفر در آن خوابگاه که ساکنان بستنش را طلب دارند زندگی نمی‌کردند، بلکه هم جای خواب و هم جای کارشان همان ساختمان بوده است. این را که دستگیر شده و در خوابگاه بوژانینووا زندگی نمی‌کنند رهبر منیسیپالیته سرگیف پاساد میخائیل تکاریوف نیز تصدیق کرده است.